سلام به همه شما برنامه‌نویسای عزیز، خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم یکی از الگوهای معماری خیلی قدرتمند اما گاهی اوقات یکم بد فهمیده شده توی دنیای دات نت رو کالبد شکافی کنیم، یعنی الگوی CQRS. اگه شما هم تا حالا درگیر پروژه‌های بزرگی بودین که اولش همه چیز خوب بوده ولی به مرور زمان کند شده، پیچیده شده و نگهداریش واقعاً سخت شده، خب جای درستی اومدین. این بحث دقیقاً برای شماست. خب یه نگاه سریع بندازیم ببینیم توی مسیر قرار از کجاها رد بشیم. اول از همه میریم سراغ این که اصلا مشکل از کجا شروع میشه، یعنی محدودیت‌های مدل سنتی کراد. بعدش با یه ایده خیلی ساده راه رو برای راه حل باز می‌کنیم. میرسیم به معرفی خود الگوی CQRS که ببینیم اصلا چی هست. بعدش هم وارد فاز عملی میشیم و یه پیاده‌سازی با مدیاتور رو با هم می‌بینیم، مزایا و چالش‌هاش رو هم حتما بررسی می‌کنیم و در آخر هم یه جنبندی نهایی خواهیم داشت. پس آماده باشید که شروع کنیم. خیلی خب، بریم سراغ بخش اول. مشکل کجاست؟ ببینید داستان هممون تقریباً یه جوره. ما با کراد شروع میکنیم، مگه نه؟ یعنی create, read, update, delete. یه مدل داریم، یه ریپوزیتوری و همه چیز خیلی شیک و ساده به نظر میاد تا وقتی که پروژه کوچیکه. ولی امان از روزی که پروژه بزرگ و پیچیده میشه. اونجاست که این سادگی اولیه خیلی راحت تبدیل به یه کابوس تمام عیار میشه. این دقیقاً همون سوالیه که احتمالا خیلی از ماها از خودمون پرسیدیم. آخه چرا اون مدل داده‌ای که اول پروژه انقدر تمیز و سرراست بود، حالا شده یه هیلوی چند سر که هر کاری باهاش می‌خوای بکنی یه جای کارتو لنگ میذاره؟ یعنی نمیذاره راحت داده رو بنویسی، نمیذاره درست حسابی بخونیش. جوابش برمیگرده به یه تضاد خیلی اساسی و بنیادی. دقیقاً اینجا رو نگاه کنید. تضاد اصلی همینجاست. ما دو تا دنیای کاملا متفاوت داریم. دنیای نوشتن یا رایت و دنیای خوندن یا رید. وقتی میخوایم داده ای رو بنویسیم دغدغمون چیه؟ یک پارچگی داده، ولیدیشن های پیچیده، نرمال سازی، خلاصه کاری کنیم که داده ها تمیز و بدون تکرار و هماهنگ ذخیره بشن. خب تا اینجا عالیه. اما از اون طرف وقتی میخوایم داده ها رو بخونیم، مخصوصا برای گزارش های پیچیده یا یه داشبورد شلوغ، تمام اون نرمال سازی ها و ساختارهای پیچیده میشن بلای جون ما. چرا؟ چون ما اونجا فقط یه چیز میخوایم، سرعت. ما دنبال داده‌های دینورمالایزد هستیم، یعنی داده‌هایی که از قبل آماده شدن و با یک کوئری ساده بدون کلی جوین پیچیده سریع به دستمون برسن. حالا وقتی سعی می‌کنیم با یه مدل واحد هر دوی این کارا رو انجام بدیم، مثل این میمونه که بخوایم با یه ماشین هم تو مسابقه فرمول 1 شرکت کنیم، هم باهاش بریم بارکشی. نتیجهش چی میشه؟ یه ماشینی که نه به درد مسابقه میخوره، نه به درد بارکشی، یه مدل ناکارآمد که تو هیچ کدوم از وظایفش عالی نیست. و خب نتیجه اون تلاش نافرجام دقیقاً همین چیزاییه که اینجا می‌بینیم. مدل‌های دادمون انقدر گنده و پیچیده میشن که اصطلاحاً بهشون میگن bloated. یعنی دیگه هیچ کس سر در نمیاره که کدوم پراپرتی اصلا برای کدوم صفحه یا کدوم فیچر استفاده میشه. کوئری‌های گزارشگیری کند و سنگین میشن چون باید کلی جدول رو به هم جوین کنن تا یه خروجی ساده بدن. بعد چون همه دارن روی همین مدل پیچیده هم مینویسن و هم میخونن، مشکلات تداخل یا کانکرنسی ایشوز روز به روز بیشتر میشه و در نهایت نگهداری و توسعه همچین کدی واقعاً طاقت فرسا میشه. خب تا اینجا از مشکل گفتیم، اما راه حل چیه؟ جالبه بدونید که راه حل از یه ایده فوق‌العاده ساده و در این حال زیبا شروع میشه. یه ایده‌ای که حتی قبل از خود CQRS هم وجود داشته و در واقع سنگ بنای فکری این الگو محسوب میشه. و اون ایده اصل CQS یا Command and Query Separation هست که آقای برتراند مایر معرفیش کرده. قانونش فوق‌العاده ساده است. میگه یه متد یا باید یه فرمان باشه یا یه پرسجو. یعنی چی؟ فرمان یعنی متدی که وضعیت سیستم رو تغییر میده. مثلا یه چیزی رو آپدیت میکنه یا حذف میکنه. این متدها معمولا خروجی خاصی بر نمیگردونند. از اون طرف پرسجو یا کوئری متدیه که فقط داده برمیگردونه و به هیچ وجه، تاکید میکنم به هیچ وجه، نباید وضعیت سیستم رو تغییر بده. انجام همزمان این دوتا کار با هم مطلقاً ممنوعه. همین اصل ساده باعث میشه کدمون خیلی قابل پیش بینی تر بشه و از اون ساید افکت های عجیب و غریب جلوگیری کنیم. این نقل قول از خود برتراند مایر به نظرم کل فلسفه CQRS رو توی یک جمله خلاصه میکنه. حالا CQRS میاد همین تفکیک مسئولیت رو که در سطح یه متد بود برمیداره و به کل معماری سیستم تعمیم میده. یه قدم خیلی بزرگ به جلو. و بله، بالاخره رسیدیم به ستاره اصلی این برنامه، الگوی CQRS.
همونطور که گفتم CQRS میاد همین ایده ساده و قدرتمند CQS رو میگیره و اون رو از سطح یه متد ساده به سطح معماری کل سیستم ارتقا میده. CQRS مخفف Command Query Responsibility Segregation هست. یعنی دقیقاً همون کاری که از اسمش پیداست، جداسازی مسئولیت فرمان و پرسجو. اما و این یه امای خیلی مهمه، این جداسازی دیگه فقط در سطح متدها نیست. اینجا ما در سطح مدل‌ها این جداسازی رو انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی ما یه سری مدل کاملا مجزا برای نوشتن داده ها داریم که بهشون میگیم command models و یه سری مدل کاملا متفاوت و بهینه‌سازی شده برای خوندن داده ها که بهشون میگیم query models. این تصویر کل ماجرا رو خیلی خوب نشون میده. فکر کنید ما 2 تا خط لوله، 2 تا مسیر کاملا مجزا داریم. یکی مسیر فرمان یا رایت پث، این مسیر کارهای سنگینه. تمام منطق پیچیده بیزنس، والیدیشن ها، تراکنش ها همه اینجا اتفاق میفته. مدلای این بخش معمولا غنی و نورمالایز شده هستن. اما اون طرف قضیه ما مسیر پرسجو یا رید پث رو داریم. این مسیر فقط یه هدف داره، سرعت برق‌آسا. مدلای این بخش دیتیوهای ساده و مسطح هستن که دقیقاً برای یه ویو یا یه گزارش خاص طراحی شدن. و نکته جالبتر اینجاست که ما حتی میتونیم برای این 2 تا مسیر از 2 تا دیتابیس کاملا متفاوت استفاده کنیم. مثلا یه SQL سرور برای نوشتن که یک پارچگی داده رو تضمین کنه و یه دیتابیس مثل الستیک سرچ یا ردیس برای خوندن که فوق‌العاده سریع باشه. اینجاست که قدرت و انعطاف پذیری واقعی CQRS خودش رو نشون میده. خیلی خوب، به اندازه کافی تئوری گفتیم. وقتشه یکم دستامون رو کثیف کنیم. بیایید ببینیم توی یه پروژه واقعی ASP.NET Core چطور میتونیم این الگوی قدرتمند رو به صورت عملی پیاده سازی کنیم. خب برای این کار یه ابزار کلیدی و خیلی محبوب توی اکوسیستم دات نت وجود داره به اسم کتابخونه میدیاتیار. کار میدیاتیار چیه؟ خیلی ساده است. میدیاتیار مثل یه واسطه یا یه مرکز پیام عمل میکنه. ما درخواست هامون رو چه کامند باشه چه کوئری میفرستیم برای میدیاتیار، اونم میگرده و هندلر یا اجرا کننده مناسب اون درخواست رو پیدا میکنه و کار رو بهش میسپاره. این وسط کسی که درخواست رو فرستاده اصلا نمیدونه کی قراره اون رو اجرا کنه. این کار باعث میشه کد ما خیلی تمیز بشه و اجزای مختلفش وابستگی مستقیمی به هم نداشته باشن یا به اصطلاح فنی لوزلی کاپلد باشن. خب بیایید به این قطعه کد نگاه کنیم. این یه مثال خیلی ساده از تعریف یه فرمان یا کامند هست. ما یه ریکورد در C# به اسم create product کامند داریم. داخلش چیه؟ فقط داده‌های لازم برای ساختن یه محصول جدید. اسم، توضیحات و قیمت. دقت کنید که این کلاس هیچ منطق و متدی نداره، فقط یه بسته حاوی داده است. نکته کلیدیش اینجاست که از اینترفیس iRequest گیواید ارث کرده. این به مدییتور چی میگه؟ میگه هی من یه درخواستم و وقتی کارم تموم شد یه خروجی از نوع گیواید که همون آیدی محصول جدیده بهت برمیگردونم. به همین سادگی. حالا در مقابل فرمان یه پرسجو یا کوئری رو ببینیم. این یکی حتی ساده تره. get product query فقط یه پارامتر ورودی داره. آیدی محصولی که میخوایم پیداش کنیم. این هم از iRequest ارثبری میکنه، اما این بار نوع خروجیش چیه؟ Product DTO. این DTO یه مدل سبک و بهینه است که فقط برای نمایش اطلاعات محصول طراحی شده. تفاوت رو حس میکنید؟ کامند داده میبره که وضعیت سیستم رو تغییر بده. کوئری داده میبره که اطلاعات رو بخونه و برگردونه. همین. بسیار خوب، فرمان رو تعریف کردیم. حالا که قراره این فرمان رو اجرا کنه. اینجاست که هندلر وارد بازی میشه. Create Product Command Handler دقیقاً همون کارگر ماجراست. این کلاس مسئولیت اجرای فرمان Create Product Command رو به عهده داره. ببینید از طریق کانستراکتور AppDB Context رو به عنوان وابستگی دریافت میکنه و توی متد هندل تمام کارهای اصلی انجام میشه. یه آبجکت پروداکت جدید میسازه، به دیتابیس اضافهش میکنه، تغییرات رو ذخیره میکنه و در نهایت آیدی محصول جدید رو برمیگردونه. نکته فوق‌العاده‌اش اینه که این کلاس هیچ ایده‌ای نداره که این فرمان از کجا اومده. از یه API کنترلر اومده، از یه بک‌گراند جاب، اصلا براش مهم نیست. این یعنی تمرکز کامل و رعایت اصل تک مسئولیت به بهترین شکل ممکن. خب تا اینجا همه چیز خیلی خوب به نظر میرسه نه؟ اما یادتون باشه هر ابزار قدرتمندی مثل یه شمشیر دولبه است. CQRS هم از این قاعده مستثنا نیست. در کنار تمام مزایای فوق‌العاده‌ای که داره، یه سری چالش‌ها هم با خودش میاره که حتما باید ازشون آگاه باشیم قبل از اینکه تصمیم به استفاده ازش بگیریم.
خب بیایید این دو کفه ترازو رو با هم ببینیم. در سمت مزایا ما مقیاس پذیری فوق‌العاده‌ای به دست میاریم. یعنی میتونیم بخش خوندن سیستم رو کاملا مستقل از بخش نوشتن اسکیل کنیم. مثلا اگه کلی کاربر دارن گزارش میگیرن، فقط سرورهای بخش رید رو تقویت میکنیم. عملکرد سیستم به خصوص توی کوئریا به شکل چشمگیری بهتر میشه و کدم خیلی تمیزتر و متمرکزتر میشه. اما بریم سراغ چالش‌ها. اولین و بزرگترین چالش افزایش پیچیدگیه. ببینید استفاده از CQRS برای یه پروژه کوچیک و ساده واقعا مثل اینه که با توپ جنگی برید شکار مگس. یه پیچیدگی بیمورد به سیستم اضافه میکنه. چالش بزرگ بعدی یه مفهوم به اسم Eventual Consistency یا هماهنگی نهایی هست که الان مفصل در موردش صحبت میکنیم. و بله اینم باید در نظر بگیرید که در ابتدای کار باید کد بیشتری بنویسید، چون برای هر عملیات باید کامند، کوئری و هندلرهای جداگانه تعریف کنید. خب برسیم به این مفهوم مهم Eventual Consistency یا هماهنگی نهایی. این یعنی چی؟ بیاید یه مثال بزنیم. فرض کنید شما یه محصول جدید به سیستم اضافه می‌کنید. این یه فرمان هست و توی دیتابیس اصلی یعنی دیتابیس رایت فوراً ثبت میشه. خب حالا ما یه دیتابیس دیگه برای رید داریم که باید این اطلاعات جدید رو دریافت کنه. یه پروسه‌ای در پس زمینه مثلا از طریق یه مسیج کیو این تغییر رو به دیتابیس رید منتقل میکنه. این فرایند ممکنه یه زمان خیلی کوتاهی مثلا چند میلی ثانیه طول بکشه. حالا اگه یه کاربر دقیقاً توی همین فاصله لیست محصولات رو رفرش کنه، ممکنه اون محصول جدید رو هنوز نبینه. ولی اگه یه ثانیه بعد دوباره رفرش کنه، حتماً میبینتش. به این میگن Eventual Consistency. یعنی سیستم ما در نهایت هماهنگ میشه، نه لزوماً در لحظه. حالا این بده؟ نه لزوماً. برای 99% کارها مثل دیدن لیست محصولات، مقالات یه سایت یا کامنت ها، این تأخیر چند میلی ثانیه‌ای اصلاً به چشم نمیاد و مهم نیست. اما برای کارهای خیلی حساس مثل موجودی حساب بانکی، قطعاً باید این موضوع رو با دقت خیلی بالایی مدیریت کرد. درک و پذیرش این مفهوم کلید موفقیت در استفاده از CQRS هست. خب به بخش جمع‌بندی رسیدیم. بیایید خیلی سریع مهمترین نکاتی که تو این بحث یاد گرفتیم رو با هم یه دور مرور کنیم. پس اگه بخوایم خلاصه کنیم، اولاً CQRS یعنی جداسازی معماری در سطح مدل‌های خوندن و نوشتن. دوماً این الگو برای سیستم‌های پیچیده که نیازهای رید و رایتشون خیلی با هم فرق داره ایدئاله. سوماً ابزارهایی مثل مدیاتار توی .NET پیاده‌سازیش رو خیلی راحت و تمیز می‌کنن. چهارماً بزرگترین چالش فکری و فنی که باید باش کنار بیایید مفهوم Eventual Consistency هست. و نکته آخر و شاید مهمترین نکته، CQRS یه چکش طلایی نیست که به درد هر میخی بخوره. برای پروژه‌های ساده لطفاً سراغش نرید. یه مدل CRUD تمیز و ساده هنوزم برای خیلی از پروژه‌ها بهترین انتخابه. حالا این سوالو برای خودتون مطرح کنید. آیا پروژه بعدی شما واقعاً به CQRS نیاز داره؟ به این فکر کنید که آیا پیچیدگی‌های پروژه‌تون این جداسازی رو توجیه می‌کنه؟ آیا حاضرین در ازای مقیاس پذیری و عملکرد بهتر با چالش‌هایی مثل Eventual Consistency دست و پنجه نرم کنید؟ این یه تصمیم مهم معماریه که شما به عنوان توسعه دهنده یا معمار نرم افزار باید بگیرید. امیدوارم این توضیحات بهتون کمک کرده باشه که با دید بازتری این تصمیم رو بگیرید. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. وقتتون بخیر و تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.